در دهه شوبیکا دهات توگرک ناحیه وسه بینای مؤسسه تعلیمی رقم 21 سال 1962 ساخته شده. بعد 6 سال در همین گونه شرایط 126 نفر آموزگاران و 1372 نفر کودکان درس میگویند. بینای تعلیمی باز نوسازی کلی نیاز دارد. بعد بارشات بارانها با مراجعت دیرکتوری مکتب از جانب کمیته محله ده شخصان همت بلند و شعبه معرف ناحیه نوسازی بام بینای تعلیمی شروع گردید. شیفرهای کهنه و فرسوده شده با شیفرهای نو عوض میگردند. دیگر بام صنفخانه هایی که شیفرهای بالایشان عوض شدند نمیچکند. در مؤسسه تحصیلات تعلیمی ما سهم کمیته محله که رئیسش محمد رضا میرزایف می باشد و دیگر مردان سخاوت پیشه همین دهه به مانند اویله امیرخانوفا به نهایت سهم کلان گذاشتند. من همچون رهبر مؤسسه تعلیمی به همه اون شخصان همین دهه اهالی همین دهه که مؤسسه ما را دستگیری میکنند از نام خود و از نام آموزگاران و خوانندگان مؤسسه مینداری خش را بیان میکنند. ما آینده پلان داریم که با اهالی همین دهه با همین تشبوس همین وکیلان 4 وکیل همین دهه حرکت میکنیم باقی مانده همین را پیشونده به دولت بسپاریم. همین طور در این ماه در 5 مؤسسه تومکتبی ناحیه هم بناهایشان تعمیر کپیتالی میشوند. در دوره لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان از جانب پودرچی ساختمان جمعیت مسئولیتش محدود همت در دهه توگرک بنای مؤسسه تومکتبی تعمیرش آغاز گردیده انجام کارهای ساختمانی آخرهای ماه دکبر به نقشه گرفته شده است. وظیفه جمعیت دارای مسئولیتش محدود همت 2017 سه انشاءات برای تعمیر کپیتالی پیشنهاد کرده است. اینها در دهه توگرک، دهه سرچشمه و دهه قندر ناحیه وسه می باشند. عین زمان کارهای ساختمانی در هر سه انشاءات ها آغاز یافته ادامه دارند. مسئله ساختمانی پورا می رسد و ما کوشش می داریم که نقشه موجود بوده را در سطح بلند به انجام رسانیم. همزمان کارهای تعمیری در مرکز شهرک در مؤسسه‌های تومکتبی رقم 1 و رقم 2 آغاز گردیده است. طبق اطلاع ساختمانچیان آنها مقصد دارند که کارهای تعمیر و از نوسازی بناها را با صفت بلند به انجام رسانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.